را بگیریم. ولی خوبه گفتن که شما زنگ زدید ما آب باز میکنیم. ما گفتیم که شما آب باز بکنم اینجا مردم تشنه یا آب باز کردن. عده بر من گفتن که اگر من احساس کردم که این که گفته که ما اگر بمیریم از تشنگی هم ولی این آب به وسیله همی عبدالحمید باز نشیم. او کسی که اونجا آب باز کرد و بگو اگر افغان ها بمیره از تشنگی اینی که من شما گفتید من آب باز میکنم بیاید آب باز کرد. حالا این مثلا فردا یک کسی اینجا بلند بشه بگه آقا ما بمیریم از گرسنگی ولی مثلا فلانی کار نگه، همین اختلاف همینه، این بدبختی را داره. ما باید در کنار هم باش.